گندما درو شد نیامد یارم، خدا میدانه چی حال دارم. دختر افغانی و دیاتی بیا که دایم در انتظارم. به کابل رفتنت 22 شب شد، دلم دو چشمانم برای دل مو شد. خودت گفتی به مای نو می آیم، بیرات عزیز گندم درو شد. گندما درو شد نیامد یارم، خدا میدونه چی حال دارم. دختر افغانی و دیاتی بیا که دایم در انتظارم. سر کوی بلند فریادو کردم، حال شیر خدا را یادو کردم. بله سلام، اشتنی خیریت که جکی زنده باشی سلامت باشی. چی عجب که جکی به چشما مالوشن. هیچی همین دیگه با خونه بیامدم، یکی همین دیگه گفتم روز جمعیه دیگه اثر کار خوبی آمدم، گفتم هم خونه باشم همین دیگه قرار که دیگه خود خواهی خون لن میکنم. جا تو خیلی خیلیه. بیکار ما امروز دیگه جمعه به سر کار خون نرفتم. امروز که جمعه هست بیکار هم هستیم، بیا من بباریم به میله بباریم. مادر تو خود نگفتن که نه اجازه نداره، ما نمیگذاریم که ما به میله بری یا به شیری خورده یا به جمعه دیگه. خیلی دیگه حالی بیایی بباریم، بیایی خودی ما رو هم دست بدیم. خب من هم گفتم باید بباریم به میله حالی بگفتن دیگه. یعنی مادر شما میرم؟ میرم اونم میرم. نگاه میکسه 4000 5000 پولی هم خودی خیلی بیاریم، باز ما کم نیاریم دیگه. 4-5 هزار پول یعنی شما خانوادگی ببرم میله ها؟ خانوادگی ما ببریم چه کار میشه؟ یک روز جمعه دیگه. اصلا ما به خشوم شما بگم گیلا گفتم من نوکر شما نو. میخوارم دیگه بگفتم دیگه بیایی ببریم ما. خب پیار شما کار ندارم؟ نه کار ندارم، اونا میام تا اونا بیایی ما وقت بیایی. شما و مادر شما و زبیده و مادر شما برار خورده شما؟ ما هم 3-4 نفریم. خب بابا میام برفتم به طرفا چیز طرفا دور باشه تا اونا بیاید. خب چشم. نماشم قراره که 3-4-5 هزار پول هم بیارم من. من پول بیارم کم نیارم ما پیش. شما کم نیارم نه دیگه نمیشتل نمزاد خود نزبات خود کم میارم. نه بابا میارم من خربتی میکنم امرو. خوبه خوبه. چشم خداحافظ. کار برا خود آماده کنیم. انا های میام. خداحافظ. کارا خود تیار کنیم. خاله جان مرا میگه کارا خود تیار کنیم، شما میام میبرم. میریم یا به پول پشتی یا به شیده ای. راستی میریم تخت سفر که شیره خورده که میریم حالا مثل بوز ولی همون میلرزم من. سعی کنیم گوش کنیم که چی چیزه میریم چیز میریم یا با پول پشتو میریم که چرخ فلک هم هسته، یا میریم به تخت سفر که چرخ فلک هم هسته. خوبه تمویش دارم. خوبه. خداحافظ. نه چی میگی؟ بیا اینو بردن سه کامیون چی موه پس بیام. میگم عباس. بله. عباس چیزی نگی بابا که من پول دادم به گیلک خوشوخی نبورده به میله برده. بابا خو نگو. نه چی نگی خوبه چی اشته نگو. با جنگ میکنم دعوا میکنم چرا سر صدا ندارم باز
دیگه نگی مادر 5000 از کجا میشه که شما 5 تا ازری به دستش دارید که باید خرج کنه. نکنی گفتم شیطونی بالاخره چی بکنه 5000 ازری دل من نمیشه که بابا خب بگم پول میگم باش مال بیاریم پس. انا گفتم بچه شیطونی نکنی بابا خود نگی که از 5000 دادم به یک لک. حال تیار دیگه. بابا میفهمین آن دم شوم شد تا گیلک نماده به سرا. راست میگم از تو تاریخ ندیم کجایه؟ به کجایه؟ آه برای گپ نگردیم بابا. اگه به شما نگم حیرون میمونه خود شما. با چه کار کرده گیلک؟ صبح مادر و دست گیلک 5000 پول داده. 5000 پول داده؟ گوش کشید. خوب 5000 پول داده. برفته به سرا نمزاد خوب اونا رو وردشته برده با میله. مادرم میگه چیته؟ مادرم میگه با پیار خونه نگو. آخه 5000 پوله بابا. ولی راست میگی؟ نه دروغ میگم. برای مادرم بپرسین. انا دم شما تارک بسرا درک نداره که کجا هستی. این گیلک والا از تو تا همه خاطر معلوم نیه. شاید شب هم نیایه بسرا. 5000 کم پوله بابا. من در و در کردم اینا چه کار میکنه مادر بچه 5000 مادر گیلک مادر نمیشنوی؟ بله چه جغداد میکشی چه کاره؟ میگم تو از اون مسلک دیدی که تو 5000 به دست چه خوب گیلک پول دادی؟ خب مگه چه کار میشه تو 5000 گیری گفت خوشم میگه 5000 با کار داره بیا. او به 5000 خوشی به کار نداشته. اون نمزاد خود نمیخدارم بیا اگرا بره. ایشتر شده که اینا خود اینو به میله رفتن. حالا من چون بگم میده گفت شما پول به کار داره. خواهد چی بگم اگر شما پول بدی با 5000 کمه. این 5000 500 مازونستان هر رقم میخوردن که خرج ما بود دیگه. مر در به در کردیم مادر بچه چیکار میکنی شما؟ چیکار کنم؟ گناه چیه؟ جیغ میکشی به کلمه مگه من چیکار کنم ولی خب. خود چرا میدادی؟ نه چرا میدادی 50000؟ خب دیگه گفت خوشو با کار دارم. من چون اول مریض خسته بودم چی خبر داشتم که اینا با میله میرم خوش میگذرم. من چی میفهمم؟ عجبه والا. با عمر خودتان شما سرترشی کردن پیش خو. دیگه گفتم البته حساب میکنیم دیگه. من چی میفهمیدم که البته اینا به خاطر چی میبرن خاطر چی مایم چی میفهمیدم آخه. ولی 50000 بس مصرف کرده باشه دیگه. چی میفهم باشه که شاید بیا خودی بپرس مصرف کرده کجا نکرده دیگه که واقعا به خوشی اینا داده. ای بابا من چیکار کنم؟ من دیونه جون نکردم شما مادر بچه. چی رقم اصلا نمیفهمم چی رقم زندگی کنم خود شما. مادر چرا سر آخه من تو به سر کی جیغداد کنم؟ پولا به دست تو به پیش تو چه به دست بدی؟ میگم عباس دام رو به شکم تو جامش یک پول گپ جا نمیشه باز من خودی پیاخ من به جنگ انداختی. مادر اگه ما بابا خونه نگم دیگه روز میا گیلک میگه 10000 بده. حالا کار خوبی نمیکنی عباس دیگه کارا دیگه نکنی که همه سر گپ میه و پیاخ میشه. همین تا مخته میشه. تو چی کلون کتی بعد دیگه شرم کمه دیگه. خانم دیگه نمیگم دیگه کارم ندارم. اشتگه پا باز میان جیغداد خب سر رو میکشن. پس به سرکی نه به سرکی جیغداد کشم. خب من چه کار کنم؟ میگی من چه کار کنم؟ خب نمیدادی پولا. آره میگم شاید بیای بپرس. آره خودت میفهمی زغال داری نه زون داری نه روغن داری نه برای هیچ مرگم نداری. من چه کار کنم دست شما؟ آخه شاید آماد از خودی بپرسه که چند دیگه بمونده برو زغال بخر برو هر چی می بخو بخر برو کسی پس بردار که چند مونده نمونده. من دیگه بر از من دیگه خیلی سوال جواب نکنم شما به خدا. ما بیلا چی رقم زندگی خودشون چی رقم زندگی کنم؟ با پولم خواهده خب میاره. پولا به دست دادی پول میاره. بابا گوشیخ بگین زنگ زنیم گیلک. مادرم میگه نگو پیا خود نگو. خوبیم بخیرین. شکر زنده باشیم. میگم گیلک پیش شمانه. همه گوشی بدن دست دین. گیلک میگم دلم برق بری میایی بخونه میایی. زودی بونهله نکو زودی بخی بیای. میگم نمایی که بستکی هیچ اجازه نداره که بستکی بیا زودی بیا خونه بیا. خداحافظ زودتر که بیایید.
بیا میلی عباس چی ما میشو بخونه خسور خوب است کن پیار گفتم اجازه نداری بسته که چرا یه تا گفتم هیچی گیلک با این چندی خریدی؟ 90 گیلک چند پول برده بیدی از سرا؟ 5000 با 5000 چی بستندی؟ رفتیم چرخ فلک رفتیم به تا قایقا رفتیم اجدار رفتیم به تا اونایی که تو چرخ میزنن خب تو چرخ نمیزنن بدید تا از اونا مثلا انا باز دامی که بیامدم خوشی میگفت اک برو انا چیزم بست گوشت قصبی بیدک تا باز انا برفتیم گوشت چیز بیدک گوشت لند به سر چوب بود 2 کیلو از ریپه خریدم این شکر را بزیدی دیگه 2 کیلو گوشت لند به خوشی خریدم کیلو از ریپه 2000 منا شد 3000 هم میله خرج شد جوان چرا من نبردی؟ خدایی خانواده خسول میبیدم برای مثلا که با من تو کار داره ولی کامه بده نشکن بله مادر بگو گیلک نه چرا؟ اصلا خرابه تو میگوشه نه دروغ میگه بله نه گیلک نه مادر شما چی کار داره؟ نه که شیطانی آخه که بکردی بس دگال بچه میزنه نکنه چه کار میکنی بیا کار ندارم تو برو گیلک چه کار کنی میزنه مادر سر کنین این گناه ما خودشونه بچه که خراب میکنه مادر خراب میکنه همون بخشی که 5000 پول خرج کرد نمیخزه که به خونه بیاد کم پیانو چند تا لعنتی بزو بزنه که پول خرج نکنه نه هپسته نمیفهمی و میزنه آقا خاطر بیا به سرا مادر گفت که برو پس بجز گیرد نه سلام عباس اشتری سلامت یاد هستی بفرمایید میگم بله. همین گوشی گیلک همون موندک بخونه دیشب هم میمون ما بود چرا نمادر دیشب چی خاطر پیار زنگ زد برای گفت بیا به سلام بیا خاطر بیشار هم بود اک پرده دیگه گفت بیا به سلام خاطر سلام کسی نه ما پیار بودیم پریشه بود میمون ما دیشب نه دیشب هم که هم میله بیامده گفتیم بس تک مونده علا کنار رو گفت خوبه با بیامده دگن ما محتاله بس تا این گوشی خودم خرامیش کرده بود پیار گفت زنگ میزنم بعد پریشان بود دیگه با میایم بخیر گفت بینی خود جا خوده نه کی ناله بخونه شما هستم پیار هستم آسه بریم یک چند کافی یا الله